یه بار تلفن کنم. پسری 15 ساله این مادر قریب 20 روز باز بی‌درک است. نزدیکان عکس‌های او را از واسه تا دوشنبه در ستون و دیوارها چسبانده شب و روز گوش به زنگ و خبری از یک پسری خانه دانند. شهرام سعدی خواننده صنف 9 روز 18 می بعد از مکتب دیگر به خانه نآمده است. در همین نویه واسه همین جای ایستگاه همین نویه واسه ده یک پسر بچه هم خیلی دید هستش که در همین تاکسی شهر دوشنبه میرفته و شیشتگی به دست همونجا فرستاد. همون تاکسی هم خیلی همین نوبولی ور میکنه دوشنبه بوده است. ما هم حیران بود دوشنبه. جستجوهای پدر در پایتخت و مراجعت به میلیسا نتیجه ندادند. والدان باور دارند که پسرشان نمیتوانست به تنهایی و بی آگاهی به شهر رود. او خودش رفتگی میسته برای که صبح شنبه رفتگی میسته خیلی شوگرد هم نبود شو هم نمیبرمد تلفن هم در دستش نداره خیلی چی مدام برام وقت نظارتش میکنم همین مکتب دیر میکنم وقت معلمش زنگ میزنم که مثلا خیلی ما فکر میکنیم که همین کدومی هست امرش دیگه کمی همین پندش کده است بودگه که بیو بریم فلان جو کوره فلان چی همون فریب خوردگه که جای در کور کده سه. نزدیکان این دختر 16 ساله هم از ناحیه درواز 5 ماه باز او را جستجو دارند. اعلانها با عکس کودکان و نورسان ناپدید شده در شبکه‌های اجتماعی و خیابان‌های کشور زیادند. گمشوی کودکان چندین سال باز مایه نگرانی ساکنان تاجیکستان شده است. پرسر و صداترین حادثه این ناپدید شدن ملیکه و سبینه ارالوها است که با گذشت 10 سال نشانی از آنها را پیدا نکردند. دختران 4 و 5 ساله در سال 2013 از نزد خانه‌شان در دوشنبه گم شدند. مقامات میگویند جستجوی آنها قطع نشده است. با گفته این نزدیکان در این مدت چند مفتش عوض شد. اکستراسنس و متخصصان از خارج جلب شدند. جامعه هم برای کمک به جستجو پیوست اما بی نتیجه. نزدیکان ملیکه و سبینه تا هنوز منتظر معجزه‌اند. یگو خبر نیست یگو معلومات نیست. کاری میکردیم که کدگیم ای طرف مویم ای طرف کارمندان میلیسایم اما شکدیم البته надежда умирает последний. تو خیرش داد میکنیم. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان چند سال پیش این حادثه را جنایت داغدار کننده ملت نامید و از مقامات امور داخله طلب کرد قضیه را فوراً آشکار کنند. از آن دستور 10 سال گذشت. اكو بسیار حوزه ما از با طریق رادیو با طریق تلویزیون با طریق مطبوعات بسیار چیزای خبر میبینیم که با طریق تلویزیون که کودکا گم شده استودن سببش انیک کردن در کور که این کودکا به کجا رفتن کدام سبب کردی اونها در کدام حالت بودن در کدام ساعت بودن در کدام موقع جایگیر بودن آنها ممکن که یگان کس که خورده بودن ممکن که در یگان چه دیده بودن اون کودکا رو همین همه سبباش رو انیک کردن در کور بسیارتر ارگان های حقوقی باید که در اینجا آنها باید که کارشون رو دوام بدن علاقه با دیگر ارگان ها علاقه حکومت ها علاقه داشتنشون در کور که همین سبب های گم شدن کودکان رو انیک کرده توانند. مقامات در گذشته گفته بودند در اکثر حالت حادثه گمشوی کودکان آشکار می شوند. آنها بی‌نظارتی والدان را سبب ناپدید شدن کودکان خوانده بودند. اما برخی از والدانی که سالها در جستجوی کودکان گم شده خودند از بی‌ثمری جستجوها و همینطور بی نام و نشان ماندن فرزندانشان نگرانی می کنند.